هیچ که فراموش کردن نمیتونم. بچه ما کشتن، شما کشتن، اکا ما کشتن، بچه اکا ما کشتن، سو فراموشیه. خیلی ترسیدیم، می‌رفتیم، خیلی بخورمون رو با کوال می‌گرفتیم و در پری می‌دودیم که خیلی قفمون رو می‌سل بردم رویم. شرایط مدرسه بخور. سه بچه که نیست صاحب می‌باشه مادر می‌سوزه بچه. سال 1992 شهر قرغان‌تپه مرکز جنگ شهروندی بود. ساکنان آن را آن روزها هر لحظه مرگ تهدید می‌کرد. عبدالجلیل سنگینوف یکی از آنها بود. در وقتی که جنگ سر شد، تلاتاغلوبی بیسر سامانی سر شد، ما از خانه گریزان شدیم. گریزانی ما تا نویتجی شهر قرغان‌تپه بود. بعضی ها من طرفی 5 خمسنگیر تا افغانستان گریز شده رفتن. جای گریزی آنها از یک پناهگاه به پناهگاه دیگر بود. مردم قرغان‌تپه از منطقه‌های گوناگون تاجیکستان بودند. آن را میتوان شهر مهاجران نامید. عبدالجلیل زاده کوهستانی عینی است و بعد ختم دانشگاه اگرری به قرغان‌تپه راه خط کار گرفت. او متخصصی ساحه زراعت پروری است. آنها تخمی نوهای گوناگون پخته را در مرکزهای آموزشی مربوط به پژوهشگاه زراعت پروری برای کشتی مین بعده در ولایت ختلان می آفریدند. برای عبدالجلیل پژوهش و امکان تطبیق عملی اندیشه های علمی به بهترین وجه در ختلان فراهم بود. او می آموخت. روزها و شبهای خود را در میدانهای کشت و کارگاهی پژوهش می گذراند. به مثل صدها عالمان همسین خود به دورنمای کار خود خوشبین بود. الکی چند نوع تخم پخته را آفریده بود و در جای نگهداری روزی خود را می پایید. 27 نوع پختی مهینخ من مؤلف هستم و 4 نوع پختی میاننخ که سالهای پیش در وادی ختلان غیر از پختی مهینخ میکاشتم. سالهای آخر همین خیلی بعد از همین جنجال ها هم خیلی پیدا شد که زبادها دیگرگون شد، کارکردش دیگر. همین جا ما مجبور شدیم که پختی میاننخ هم کار کرده براریم. پاکستان، افغانستان. سال 1992 در شهر قرغان‌تپه جنگ سر شد. اگر همه فقط در فکر جان خود بودند، عبدالجلیل که آن وقت 50 سال داشت، جز نجات تبار باز تشویش دیگری نیز داشت. نوهای نگاه می داشتیم، جینگاوز گفتگی جای، جینگاوز علاب زدن. و علاب انگلی علاب من از نویتجه برامده دیدم. از همونجا بیوشانه، پای لوچ و سری لوچ، تنی لوچ، درنی زهبور کتی، обқишовай کتی، من فرامده از پیشی گهی ولایتی زهبور هست، از درنی زهبور در آمده تا نیخی آمده، من همین زمین چهارم کرت میگویم، از اینجا برآمدم. برآمده ایستاده در درنی کرت زمین به داخل شده، خودم به درنی جویک های پخته گرفتم. پنهان کردم. چون که در قد راه ها و در زمین ها همه آدم های اپوزیسیا ایستادگی بود و همان وقت جینگاوز ما کرسی کاری ما جای کار ما درگیر ایستاده بود. از همین جهت ممکن نبود که من با بالا یا که میقاپیدن یا میپروندن، پرسش نبود. برای همین من مجبور شدم که با درنی زمین داخل شده خودم درنی جویک به روز کنم. پس از درنی جویک در آمدن من همون اچاسکایی که اساسی بود کلکسی میگفتن، قطعه کلکسیونی که از کلکسی عمومی جهانی آورده از لنینگراد کش کردگی بودیم که 700 تا نوهای هر خیلی موجود بود. حرکت کردم که همون نوها گم نشوند. جمع‌آوری پخته برای عبدالجلیل سنگینوف آسان نبود چون هر لحظه بالای سرش تیر میریخت. هر یک خلطه من چینده پنبه بسته همین خیلی گریاند کتی با گشته من در همون نوع اتجاه برده میماندم برای یادآوری. یک گریاند هر کدام این 25 وزش 50 تا من 25 خلطیچه من ماندگیم که یادآوری همه وقت ایسام نبرد که امروزه استقلالیت با ما چی داد شده است. اگر همه شرایطم میشد من
навҳои пахти партофта рафтан наметонистам. Чунки фарзанди асосӣ ман, ҳаёти ман ҳамин пахти ман аст. عبدالجلیل سنگینو با گروهی از نیروهای جنگنده همعقیده نبود. او مثل هزارها ضیاعیان تاجیک نمیخواست آدمها برای عقیده مقابل هم سلاح بگیرند. تگی وای این درخت می از لوی زهبور می بودن بایویکو می پراندن. برای همین یک مراتبی دیگر پراندن شلاپیم برسید. شلاپا پرید من در این جویک با خودم پرتفته از این جویک چند جویک دیگر او رو گذاشتم که جای گم کنم. تنگ آمده من همینجا فرامد. در آمد همینجا در آمدم به وقت به راست بر طرفی ما آمد که همین وقت من خودم درنی پخته به خوب رفتم. درنی جویک خواه رفتم و عالدی من راست تکی من همین جویک راستی همون وای به خوب کردم من کلیسا به که ابالم گذاشت. اونجا من به یک دهشتی بود که گویا که اگر من بینم اونجا من تمام نابود میشم. در جنگ شهروندی تاجیکستان یک گروه پرچمی سفید داشت و دیگر سرخ. به این رنگ ها طرفداران خود را می شناختند. عبدالجلیل سنگینوف میگوید که آن زمان خلطچه های جمع آورده پختش نه تنها از پارچه های سفید بلکه با رنگ های مختلف بودند. اینجا به خلطه من دیوکنید که هم سفید هم سیاهش هم هست، سرخش هم های، کبودش هم های. و من گفتم که اینجا به همان احوالی که من التماس کردم که به من خلطچه تیار کنن که چی داشت کرتی کهنه یا که مایکی کهنه همون شب بشت دوختن که از مایکی کهنه کرد که از کرتیش کرد که از پاجامش کرد و هاکذا من جمع کرده آورده گرفتم همیشه. آیلناک جدا شدگی هم همیشه. عبدالجلیل دارایی هایی که با پل پژوهشگری جمع کرده بود در آوان جنگ از دست داد. به نظرش او بهترین گنجینه را از آتش جنگ توانست نجات دهد و به این کارنمای خود با افتخار می‌نگرد. من از صحرا جمع کرده گرفته همیشه برده در خانه روس‌ها جا کرده بعد از تین شدن همین اون چیزهای با برداشته آورده یک چیگیته کرده بالا برندها و کاشتن سر کردیم و زیادکنی سر شد. اینستیتوت زراعت پروری در شهر قرغانتپه حدود 20 هکتار زمین برای کار کرد و باردارکنی دارد که در آن عبدالجلیل سنگینوف به حیث باردار کننده پخته کار میکند. تا حال 28 نوع تخمی پخته را که او آفریده است کشت میکند. از همان تخمی هایی که زمان زیر تیر و تفنگ او توانست حفظ نماید. حالا به سالهای جنگ دوباره رجوع نموده ما او را به ساعتهای وحشتناک زندگیش برگرداندیم. لحظه هایی که بازگشت به آن دوباره زخم های دلش را باز میکند. جنگ به ما خرابی آورد. خرابی، قشاقی، گشنگی، پابرهنگی همین چیزا آورد. بیخوابی، عذاب مشقتی زیادی آورد. امروز با ما امروز نیا کنید که با چه خیل باید شود. این خیل روزهای آدم ها آرزو میکردند که همه خیل زندگی خلق آزادانه همه چیز مهیا. من حرکت دارم که در وادی ختلان این آرزوی جوانی من است. نوی برارم که 2 حاصل گیرم. امکانیت هست اون نوهایی که من حاضر من ویده 90 برآوردگی 98 100 روز به میش پزد. همین حرکت کردن در کار که در بین 90 88 90 روز پزد. برای همین من حرکت کرد سادیم که همین نوه عمرم اگر رسد باید که تیم بعد من دلم پر میشد.